پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که نماز خوانده رفته خونه به انتظار اذانی که نماز بعدی که اذان میگه، مثل این که در نمازه. از این دیگه فضل بالاتر. و هر کسی نیم ساعت زودتر رفت مسجد به انتظار نماز نشست که نماز اقامه بشه، اون نیم ساعتی که نشسته مثل که تو نمازه. و رجل قلبه معلق بالمساجد. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. سبحان الله، این دیگه چیه؟ اگر دیدی که مردی معتاد مسجده، همتون گواهی بدی که اون مؤمنه، درنگ نکنید. گروه چهارم و رجلان تحابا فی الله اجتماع علیه و تفرقا علیه. دو تا برادر با هم جمع شدن به خاطر خدا و با هم از هم جدا شدن به خاطر خدا. کسانی که به خاطر خدا با هم دوست بودن، با هم جمع شدن، به خاطر خدا از هم جدا شدن.